اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران بسیار بسیار عالی قدر و مهمانای بسیار بسیار عزیز، خدای مهربان این نشسته که الحال ما داریم نشست پرفیض و پربرکت بگرداند و جمع ما و شما را جمع با سعادت و تمام بندگان مؤمن را خدای مهربان خیر دنیا و آخرت را نصیب روزی گرداند. برادران عزیز، میخواهم یک حدیث را از زبان رسول خدا صلی الله علیه و سلم که به گوش ما و شما رسیده است میخواهم برای شما پیشکش کنم. بسیار بسیار حدیث زیبا و بسیار حدیث پرمعنا که حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم همش پرمعنا و پرفیض هستند، اما برای زندگی که ما الحال داریم، زندگی پر از غم، زندگی پر از مشکلات، زندگی پر از درد، این حدیث دوای اون دردها و غمها هست. اگر هر کدام از ما و شما به این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل کنیم، حتما غم و اندوه زندگی ما و شما، حسد و کینه و غیبت ما و شما، بدبینی و دشمناگری ما و شما از بین بر می روه، از بین میکنه، از بین می روه. برادران عزیز، گفتار خدا و رسول یک داروی بسیار بسیار شفا دهنده در زندگی هر یک انسان است و این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، برادران عزیز، بسیار بسیار یک حدیث هست که علل خصوص در همین شب و روزی که ما و شما زندگی داریم، دنیا را نظر میکنیم، تباهی دنیا را نظر میکنیم، بد شدن مردم روز از روز، مردم بد میشوند نسبت به یک دیگر، بد رفتار میشوند، بد کردار میشوند، بد گفتار میشوند، تا حد رسید نسل آدمی زاده که خون یک دیگر میخورند. این حدیث دوای این دردا هست. از حضرت عمرو بن شعیب رضی الله عنه روایت شده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: خصلتان من کان فیه کتبه الله شاکرا صابرا. در این حدیث برادران عزیز بسیار بسیار تعلیم زیبا و بی نهایت برای ما و شما مصلحت های خوب از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتند دو خصلت هست، هر کسی این دو خصلت را داشته باشد کتبه الله شاکرا صابرا، خدای مهربان به سبب این دو خصلت بنده را از جمله صبر کننده ها و از جمله صابرین، صبر کننده ها، خداوند مهربان می نوشته است. یعنی در قطار هم شکرگزارها و هم صبر کننده ها می نوشته است. حالی دوستان عزیز، برادران عزیز، مهمانای بسیار گرامی، ما بدانیم که شکر بسیار یک خصلت خوب است و صبر هم یک خصلت خوب است. اگر این خصلت هایی که الحال در حدیث آمده است در انسان نباشه، در دوام حدیث آمده است و من لم یکون فیه لم یکتبه الله شاکرا ولا صابرا. حبیب خدا گفتند اگر شماها این دو خصلت را نداشته باشین، این دو خصلت را نداشته باشین، هر کس این دو خصلت را نداشته باشد، حبیب خدا
صلی الله علیه و سلم گفتن خدا او را در صف شکرگزارا و صبر کننده ها جا نمیده. علما میگن ایمان خودش دو نصف است، دو تقسیمه. نصف ایمان شکر است و نصف ایمان صبر است. درباره شکر حالی ببینیم. الله مهربان در قرآن عظیم و شان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من العباد الشکور. صدق الله العظیم. الله مهربان میگه ای خاندان داوود شما شکر خدا را زیاد بکنین، چون که بندگان شکرگزار خدا بسیار کمه. و قلیل من العباد الشکور. خدا میگه کم بنده هست که شکر خدا را بکنه. بسیار بنده، همه بنده ها نعمت از خدا میگیرن اما کمی از آنها شکر خدا میکنن. یعنی شکر بسیار یک نعمتی بزرگ است و بندگان کمی از الهی هستند که شکر خدا را بجا میارن. حضرت عمر روایت میشود رضی الله عنه را که میگه بار خانه خدا طواف میکرد، یک پیرانسالی را، یک موسفید را نگاه کرد که دعا میکنه اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل. پروردگارا من را از گروه اندکان بگردان، از زمره اندکان من را بگردان. حضرت عمر رضی الله عنه گفت که ای پدر چرا چنین دعا میکنی؟ از گروه اندکان این مسلمان ها را به صف کشیدن اینقدر الحمدلله زیبا و زیاد، تو از گروه اندکان میگوی؟ اون مسافد گفت که پسر خدای مهربان در قرآن میگه و قلیل من العباد الشکور. کمی از بندگان من هست که شکر خدا میکنن و من از خدا همون اندکایی که شکر خدا را میکنن همون اندکا را طلب دارم که خدایا بندگان کمی تو شکر تر میکرده به دستیان، خدایا از همون بنده هایی که شکر تر میکنن از همون گروه قلیل کم پروردگارا من را از همون گروه بگردان که شکر تر بکنم. حضرت عمر رضی الله عنه چشمای مبارک پر یا شده گفت پدر دعا که خدا عمرم از همون گروه اندکان بگردانه. ببین شکر برادرای عزیز چقدر خوب است. بنده شاکرم الله دوست می داشته است. حضرت نوح علیه السلام میگه در تفسیر آمده است که هر چی میخورد میگفت الحمدلله، هر چی مینوشید میگفت الحمدلله، میشیش میگفت الحمدلله، از جا میخیست میگفت الحمدلله. به این خاطر خدای مهربان در قرآن صفتش کرد که این بنده شاکر خدا هست. دوم گفتیم دوم قسم ایمان دو قسم است، نصف شکر نصفش چی است؟ صبر است. صبرم بسیار مقصد یک به نهایت خصلت خوبه که الله مهربان میگه در قرآن عظیم و شان که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یوفی الصابرین اجرهم بغیر حساب. کسانی که صبر میکنن اجر اونها را، ثواب اونها را من به نهایت به حساب اونها را اجر و ثواب میتونم. اما برادران عزیز اگر این دو خصلتی که پیغمبر گفتن در شما نباشه شما را صابر و شاکر گفته نمیشه. انسان صبر کننده و شکر کننده نمیگن. حبیب خدا گفتن اگر این دو خصلت در کدام از شما باشه خدا شما را در صف شکرگزارها و در صف صبر کننده ها می نویسه. یکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن من نظر فی دینه علی من فوقه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن یکم خصلتی که باید انسان داشته باشه در کار دینش از خود بالا را ببینه. فاقتدی به و نگاه کرد که یک نظر او در عبادت او بالا هست. خب ما نگاه کردیم که یک نفر ایمان نماز بیشتر میخونه، روزه بیشتر میگیره، خیر و سخاوت بیشتر میکنه، ذکر و طاعتش زیادتر هست، ما در کار دینمون ایخمون بالا را دیدیم اگر با او اقتدا میکنیم
و سعی و کوشش ما برای طاعت عبادت زیاد می شود و ماها صاحب اجر ثواب زیاد می گردیم. و نظر فی دنیاه علی من دونه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند خصلت اول این بود که شما در کار دین از خود بالا را ببینید، در کار دنیا از خود پایان نظر کنید. خب وقتی از خود پایان نگاه کردی، در تو خب شکر نعمت پیدا می شود، در تو شکر نعمت پیدا می شود. شکر میکنی، حمد خدا میگی، شکر خدا میکنی و صبر میکنی که خدای مهربان تو را مقصد دیگرها با بهتر داده است. از خود پایان این است که ما یک نفر میبینیم از خود ما کمتر مال داره، ما کمتر دنیا داره، مقصد زندگی ما بهتر او بوده است. خیرها شکر الحمدلله یک دو ما پیشم باشه با یک دی دیگه در ما هم پیشتر هستیم. حبیب خدا گفتن مقصد چنین حالت در انسان پیدا می شود. میگه ای بیست که ما با پستتر هم بده است. اگر در شماها همین دو خصلت باشه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن خب شما در صف شکرگزارا و صبر کننده ها جا دارین. خدا شما را در او صف جا میده و از بهترین نفرها شما قرار میگیرین که شما کین هم شکرگزارین هم صبر کننده. اگر این دو خصلت در شما باشه، علما گفتن شما ایمان کامل دارین. و برعکس این پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن و من لم یکون فیه، هر کسی که این دو خصلت نباشه لم یکتبه الله شاکرا ولا صابرا، خدای مهربان هیچ وقت او را مقصد از شکرگزارا و صبر کننده ها نمی نوشته است، در قطار اونها جا نمی داده است. کسی را که این خصلت نداشته باشه، در کار دینش از خود پایان ندید، در کار دنیا از خود بالا را دید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن اگر شماها در کار دنیاتان از خود بالا را دیدین، خب شما در پشیمانی ها غم زیاد می شود و شما حسرت دنیا را زیاد میکنین، خواهش دنیاتان زیاد می شود و خواهش دنیا زیاد شد، در شما غم زیاد می شود که من چه خیل کنم فلانی را در دارندگی دیرا کنم، چه خیل کنم رنگی او ماشین داشته باشم، چیکار کنم رنگی او خانه داشته باشم، چیکار کنم رنگی او ثروت داشته باشم. انایی مقصد غما در شما پیدا می شود اگر در کار دنیاتون از خودتون بالا را دیدید. و وقتی که در شما حرص دنیا پیدا شد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببین ما را تعلیم کردن، بعد در شما حسد پیدا میشه، گفتن در شما کینه پیدا میشه، غیبت پیدا میشه، دشمناگری پیدا میشه، بعد میره مقصد به کارهای دیگه. همه این از روی چیه؟ از روی عشق دنیا بوده است که انسان در داده خدا راضی نیست، قناعت نمیکنه، فقط از خود بالا را نگاه میکنه که من چه خیل کنم فلانی را دیرا کنم در دنیا، به جایی که شکر کنه. برعکس که باید از خود پایان ببینه، بگه خدا را شکر که ما را خدا از فلانی بیشتر داده است، شکر کنه، این ماندگی و از خود بالا در دنیا ابتدا میکنه. حالا دیگر روایت آمده است که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن رحم الله عبدا نظر فی دنیاه الی من هو دونه فحمد الله و شکره. حبیب خدا گفتن خدا نظر رحمت کنه بنده ای را که در دنیا داریش از خود پایان ببینه، از خود پایان در نظر کنه، کسی را ببینه که او کمتر داره، وقتی از او که از خودش کمتر داشته گیردید فحمد الله و شکره، حمد و شکر خدا را زیاد میکنه. و خدا نظر رحمت کنه بنده ای را که در کار دینش از خود بالا را نگاه میکنه، فجد و اجتهد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن وقتی از خود بالا در کار دین، در نماز و طاعت بندگی از خود پیشتر دید، از خود بالاتر دید، پس سعی و کوششش زیاد میشه و طاعت بندگی را زیاد میکنه که طاعت بندگی هر چی قدر زیاد شد راحت در زندگی انسان میآید.
اگر دنیا را چقدر هوس خوردیم، غم دنیا را چقدر خوردیم ماها، همون قدر غم زندگی ما زیاد می شود. مشکلات و درد زندگی ما و شما بیشتر می شود برادر عزیز. به خاطر همه این همین حسدایی که امروز هست، همه غیبتایی که ما نسبت یکدیگر داریم، دشمناگری و بدگویی نسبت یکدیگر داریم، دنیا اینقدر به یکدیگر می جنگه. اهل دنیا برای چیه؟ برای نمی پول و ثروت، برای که ما دارا شویم. هیچ چیزی دیگر نیست برادر عزیز. به همین خاطر ماها باید سعی و کوشش کنیم که خب در کارهای دینمان از خود بالا را ببینیم، در کارهای دنیا از خود پایان، و زندگی ما زندگی نیک می شود. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتن شما هیچ وقت روایت متفق علیه، هیچ وقت نظر در دنیاداری از خود بالا نکنین. در دنیا هیچ وقت نظر از خود بالا، یعنی هیچ وقت به بایها و دارنده ها نظر نکنین، چون که حرص شما زیاد میشه و این حرص شما را میبره اخیر به دشمناگری بین یکدیگر گرفتار میکنه. و در کار دینتان هیچ وقت پایان نگاه نکنه، از خود بالا نگاه کنه. خدای مهربان همه ما و شما را توفیق نصیب گردانه، توفیق شکر و صبر خدا نصیب گردانه. خدا کنه که ما در کارهای دینمان از خود بالا را ببینیم و در کارهای دنیامان خدای مهربان نصیب کنه که از خود پایان ببینیم و اینقدر رنج زندگی نکشیم، اینقدر ندارم بسیار نگیم. انا همین در خود بالا را که نگاه کنیم ما در دنیا همیشه بعد میگیم نداریم. خدای مهربان چنین حالت از همه ما دور کنه و قناعت پیشگی را خدا برای همه ما و شما نصیب روزی گردانه یا رب العالمین.